بریم این بخش جذاب رو با هم آموزش ببینیم. 2 تا شیت دارم، مهر و آبان. خیلی راحت میتونم این دوتا رو با هم ادغام کنم دیگه. ویلوکاپ و ایکس لوکاپ و اینا رو همه رو باشون خداحافظی کنم. اول روی شیت مهر میمونم، تیبلش میکنم و از تب دیتا مثل آموزش قبلی خدمتتون عرض کردم فرام تیبل رو میزنم، اینجا چنج تایپش رو برمیدارم، اینجا هم اسمش رو مینویسم مهر که بدونم این اطلاعات برای مهر هست. اینجا رو دقت کنید دوستان، کلوزن لود رو که زدید، کلوزن لود تو رو بزنید و فعلا اینو در حالت only create connections بذارید. اوکی، حالا میرم توی آبانم هم به همین شکل دیتا from table change type رو حذف میکنم، اینجا هم اسمش رو مینویسم آبان. خب ببینید حالا من یه دونه فروش مهر دارم، یه دونه فروش آبان، میخوام با هم ادغامشون کنم. اوکی، خب از تب هوم میام توی بخش کامباین و اپند کوئریز رو میزنم، میگه میخوای توی همین شیت برات اعمال کنم یا جدید؟ میگم نه، توی جدید. پس گزینه دوم رو میزنم. اوکی، حالا میگه بالا که رو آبان کلیک کردی با چی اپندش کنم؟ میگم با مهر و اوکی. ببینید چقدر جذاب میشه دوستان. الان مهر و آبان با هم ادغام شده. برای اینکه بتونیم چک کنیم روی تاریخ فروش که بمونیم، ببینید مهر ماه هم اومده و آخر آبان هم اومده. ببینید چقدر جذاب شد. به همین راحتی با هم ادغامشون کردیم. یه آیتم یادتون نره دوستان، اونم اینه که ستون هاتون باید یک شکل باشه. اوکی، یعنی ستون کم و زیاد نداشته باشیم که گزارشمون بدون هیچ نقصی برامون خروج داده بشه. حالا که این کارو کردم، یه شیت جدید اضافه شد اینجا، یه آیتم جدید توی کوئری اضافه شده به اسم اپند 1. حالا میتونیم اسمش رو عوض کنیم. از این من در حال حاضر خروجی میگیرم، میگم close and load to. میگه کجا میخوای اینو برات خروجی بگیرم؟ میگم توی تیبل جدید، توی ورکشیت جدید و اوکی رو میزنم. ببینید گزارشو. حالا اگه سورت کنم از مهر به آبان، به این شکل تونستیم 2 تا شیت رو با هم ادغام کنیم. مرسی از انرژی خوبتون، لایک و کامنت و سیو و شیر. موفق باشید. خدا نگهدار.